اعضای شورای عالی صلح افغانستان از پیشرفت در مذاکرات صلح این کشور قدردانی می‌کنند. در صورت اجرای بندهای این پیمان به احتمال زیاد جنگ 17 ساله افغانستان به پایان می‌رسد. هر اقدامی، هر تلاشی که به همارسازی مسیر صلح ختم بشه مورد استقبال ما و مردم افغانستان است. ساکنان کابل نیز از پیشرفت در مذاکرات صلح خوشحالند. هر یک نفر ما از جنگ در افغانستان خسته شده است. ما از هر گونه سازش صلح میان افغان‌ها، آمریکایی‌ها و طالبان که به نفع و صلح و ثبات کشورمان است پشتیبانی در صحبت با خبرگزاری ریترز نمایندگان هیئت مذاکره کننده طالبان گفتند امریکا موافقت کرده است که بعد 18 ماه امضای سازش صلح افغانستان نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. در مقابل طالبان عهدهدار میشوند که در مناطق تحت نظارتشان به حضور گروه‌های القاعده، داعش یا خود گروه دهشت افکنی دولت اسلامی و متفقان آنها راه نمیدهند. تفصیلات بیشتر درباره مذاکرات صلح افغانستان میان امریکا و طالبان که هفته گذشته در کشور قطر 6 روز ادامه داشت دسترس نشده است. امریکا در افغانستان 14,000 افسر و سربازش را جای داده است. هفته گذشته طالبان بالای یک پایگاه نظامی حکومت افغانستان حمله کرده بیش از 100 نظامی افغان را به قتل رساندند.